5 سال پیش بیمارخانه کودکانه ولایتی را در کلاب بستند و به اینجا کوچ دادند. همچون شعبه در نزد بیمارستان ولایتی فعال است. سبب تبدیل دادن را نبود احتیاج به یک بیمارستان خاص کودکانه در شهر گفته بودند. یعنی که اون جوش کاتولیکی هست نسبت به مثلا یعنی تأسیس بیمارخانه نو در سمت بیمارخانه در مقشد نیست. شفاخانه برای معالجه 140 بیمار خدمت میکرد. در شعبه قادر به قبول 60 کودک هستند. کودکانی را که نیاز به جراحی دارند به دوشنبه میبرند. از همین سبب امام علی رحمان سال 2022 از نبود شفاخانه خاص برای کودکان در ختلان انتقاد کرد. کلی مرکز جمهوری کسالخانه جمهوری کودکانه کلی ولایت ختلان 4 میلیون زیاد میشه نداره. با وجود این ختلان هنوز هم شفاخانه خاص برای کودکان ندارد. حالا هم یک شعبه به کودکان 10 شهر و نواحی خدمت میرساند. بیماران و طبیبان از شرایط بد، گرمی طاقت فرسا و نبود آشخانه شکایت میکنند. برخی بیمارداران مجبورند با خود گلیم و وسایل طعام پزی بیارند. ما در سمت هدایت شده که هر نفر که وابسته به مقام حکومت و سمت فعالیت کودکان موجود کنیم. ختلان از نظر اهالی بزرگترین ولایت تاجیکستان است و از نظر مرگ و میر کودکان و نوزادان هم در مقام‌های اول در کشور میباشد. با وجود این مقامات ولایت ظاهراً ضرورت به تأسیس شفاخانه خاص کودکان نمیبینند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.